چه بوی خوشی میده، کافی خوشبو و خوش طعمه، احساس خوشبختی میده برام. سر صبحی امروز آمدم که یک شخص بسیار مهم براتون معرفی کنم و او کسی است که به نام خوشبخت‌ترین شخص روی کره زمین ازش یاد میشه. شخصی که از لحاظ علمی تحقیقاتی روش تحقیق شده، ثابت شده که خوشبخت‌ترین شخص روی کره زمین است. اندازه‌گیری شده، سنجش شده، نه فقط برای یک روز بلکه برای سالها. و این انسان، این شخص سالهاست که این لقب با خود حمل میکنه. خیلی جالب است دانستن از این که چه کسی خوشبخت‌ترین انسان روی کره زمین است. به دو دلیل بسیار جالب است. یکی که ما همیشه در هر کاری که میکنیم میخوایم خوشبخت‌ترین باشیم، اصلا میخوایم بهترین باشیم که نتیجتاً او کار باعث میشه که یا او بهترین بودن باعث میشه که ما خوشبخت‌ترین احساس پیدا کنیم. طبیعی است. بهترین فوتبالر، بهترین هنرپیشه، بهترین خواننده، معلم، شاگرد در هر کاره. ولی آیا تا به حال فکر کردین که در چه کار بهترین باشین که نتیجهش میشه که خوشبخت‌ترین باشین؟ باید در چه کارهایی؟ یک موضوع است که جالب میسازه کی دانستن از زیره که کی خوشبخت‌ترین انسان روی کره زمین است. موضوع دوم که آموزنده بودنش است. به این دلیل جالب است آموزنده است که اگه ما طریقه زندگی همین انسانه از روی کنجکاوی بریم مرور کنیم، چون ما همیشه میخوایم بفهمیم که چطور میتونیم خوشبخت باشیم. یوتیوب پر است از تو ویدیوها که این 10 کارو بکن تا خوشبخت بشی. یعنی طریقه زندگی رو داشته باش که احساس خوشبختی بکنی. ولی جالب است که اگه زندگی شخصی که خوشبخت‌ترین انسان روی کره زمین است که ثابت شده، ما بریم یک مرور بکنیم، ببینیم که آیا میشه طریقه زندگی از این شخصه الگو برداری کنیم و روی زندگی خود ما پیاده کنیم. ببینیم که آیا ما هم از این چیزی که هستیم، امیدوارم که هم ما خوشبخت باشیم، شما هم خوشبخت باشین و از این حالت خوشبختی که دارین میشه که قدم زیادتر به طرف خوشبختی بردارین که نزدیک بشین به خوشبخت‌ترین انسان روی کره زمین. خیلی جالب است. و به همین دلیل پس بیاین بریم با هم به ملاقات از این خوشبخت‌ترین شخص جهان، قهرمان خوشبختی جهان. بریم ببینیم که چی طریقه زندگی داره، چه تفریحات داره، چی شغل و حرفه‌ای داره، روابط فامیلی و اجتماعیش چی رقم هست، تغذیه‌اش مثلا چی رقم هست، ورزش میکنه نمیکنه. خیلی جالب است. بریم همین خصوصیات زندگی شخص خیلی کوتاه، خصوصیات کلی زندگیشه کوتاه یک مرور بکنیم و ببینیم که اصلا خصوصیات زندگی انسان قابل انتقال به زندگی شخصی ما هست. ما بتونیم از طریق او زندگی خود بهتر و خوشبخت‌تر بسازیم. خیلی جالبه. در حالی که من از نوشیدن یک پیاله کافی لذت میبرم، شما هم یک پیاله کافی بردارین یا یک پیاله چای لذت ببرین ازش و بریم با هم دیگه به ملاقات از این قهرمان خوشبختی جهان. بوی خوشبختی میه. خب قبل از اینکه خوشبخت‌ترین شخص روی کره زمین معرفی بکنیم، بیاین اول یک کوتاه کسایی را که بر از این عنوان قهرمانی کاندید شده بودن اینا رو یک مرور بکنیم، چون که این مهم است که بدونیم چه کسانی با چه خصوصیات اصلا بر از این عنوان قهرمانی در نظر گرفته شده بودن. خب اولین شخصی که به ذهن ما میاد کسی است که زیادترین سرمایه و دارایی را داره. خب خیلی غیر منطقی هم نیست که به یک شخص ما فکر کنیم که آیا خوشبخت‌ترین شخص روی کره زمین هست یا نه، چون که با پول و دارایی بسیار از آرزوهای ما را میتونیم بهش برسیم و تک بزنیم. و او شخص کی است؟ هم ما میشناسیمش، ایلان ماسک با 300 میلیارد دارایی. در کنار از اینکه این انسان سرمایه‌دارترین شخص روی کره زمین است، زندگی اجتماعی خوبی هم داشته، از لحاظ تحصیلی هم درجات بالا رسیده. زندگی شخصیش اگه در نظر بگیریم 4 دفعه ازدواج کرده، 14 تا اولاد داره و تقریبا میشه گفت به بسیاری از آرزوهای خود رسیده. ولی کمبوداتش چی است؟ یک کمبود داره و او کمبودش است که این انسان قدرتمندترین شخص روی کره زمین نیست. خب به همین دلیل پس بیاین 2 نفر دیگر که قدرتمندترین اشخاص روی کره زمین هستن در حال حاضر، اونا رو به این لیست اضافه کنیم
و اونا کی هستن؟ ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ. خب ترامپ و پوتین سرمایه‌دار هستن، قدرتمندترین اشخاص روی کره زمین هستن، انسان‌های موفق هستن، زندگی، فامیلی، همه چیزشون نسبتاً خوب است. میشه گفت که اینها هم به اکثر آرزوهای خود رسیدن، آرزوهایی که ما از دید ما مهمن برای اینکه انسان بتونه خوشبخت باشه. آیا ممکن است که خوشبخت‌ترین شخص روی کره زمین یکی از این دو نفر باشن؟ میریم باز می‌بینیم در انتهای این ویدیو. خب این دو شخص هم با تمام امتیازایی که دارن که میتونن خوشبخت‌ترین شخص روی کره زمین باشن، بالاخره یک کمبود دارن. فکر می‌کنید چی کمبود باشه که نشه که در صدر این جدول قرار بگیرن؟ ببینید ما انسان‌ها همگی علاقه داریم که از لحاظ ظاهری زیبا باشیم و مورد توجه مردم قرار بگیریم. من میاد که به سر تیپ خودشات میرسیم و اگر توجه کرده باشین سالانه بسیار مردم هزینه میکنن، به ترکیه میرن، موی میکارن، جراحی‌های پلاستیک انجام میدن برای اینکه زیبا باشن. و اگه به چهره از این دو نفر سعی کنیم که قدرتمندترین شخص‌های دنیا هستن، اگر از حق نگذریم زیباترین انسان‌های روی زمین نیستن. به همین دلیل پس بیایم بریم دو نفر دیگه را که امکان داره خوشبخت‌ترین انسان روی کره زمین از درون از دو نفر باشه، از دو شخص باشه، اونا رو بیاریم معرفی کنیم که اونا علیرغم امتیازهای دیگه که دارن، پولداری و موفقیت و محبوبیت و این مسائل، یک عامل دیگه خوشبختی رو هم همراه خود دارن که او زیبایی است. دو شخصی که تقریبا اونا رو میشه گفت که در 2 دهه اخیر همیشه مورد توجه قرار گرفتن به عنوان خوش‌تیپ‌ترین مردهای روی کره زمین. و اونا کی هستن؟ این دو نفر. همون ما میشناسیمشان، جورج کلونی و براد پیت. دو هنرپیشه بسیار موفق، محبوب، خوش‌تیپ. خب مهمترین دلیلی که اینا مورد توجه قرار گرفتن به عنوان دو هنرپیشه موفق زیادتر تیپ و خوارشون است. خب این دو نفر هم اضافه کردیم به لیست براتون. حتی خانم ها هم به سلسله میآیند. دلیلش که با آقایان شروع کردیم به خاطر ازی بود که پولدارترین مرد روی زمین یک آقا است. خب لیست آقایان تکمیل شد. البته یادم نره یک نفر دیگر هم میخوام به این لیست اضافه کنم. از آقایان یادم رفت که او احتمال داره خوشبخت‌ترین انسان روی کره زمین باشد. من هم خودم احتمالش رو میدادم او خوشبخت‌ترین انسان روی کره زمین باشه به دلایل زیادی بود که موفق است، خوش‌تیپ هست، پولدار هست، سالم هست، حتی در سن 40 سالگی هنوز میتونه مثل یک جوان بدوه و گل بزنه. و او کی است؟ همتون میشناسینش، کریستیانو رونالدو. کریستیانو رونالدو هم خدا برش چیز کم نمونده از اینکه بتونه خوشبخت‌ترین انسان روی کره زمین باشه. خب این حال لیست آقایان تکمیل شد. بریم به طرف لیست خانم ها. خب از خانم ها اگه بخوایم یاد کنیم، اولی خانومی که به این لیست کاندید شده کسی هست که او هم بسیار موفق است، تکرار نشه و زندگی خود زیبایی ظاهری داره، پول داره، در کاروبار خود موفق بوده، هنرپیشه بد نبوده ولی خواننده خیلی خوب بوده، آثار زیاد به جای گذاشته. و او کی میتونه باشه؟ او هم تقریبا یک 2 دهه است که این شهرت نگاه کرده. کی است؟ میشناسینش همتون، خانم جنیفر لوپز. خب اولی خانومی که به این لیست اضافه شد، ولی خانم جنیفر لوپز هم خب احتمالاً یک چیز کمبود داره. چه چیز کمبود داره؟ ببینیم باز مسئله زیبایی نه. خانم جنیفر لوپز زیبا هست ولی زیباترین زن جهان نیست. و بعد میفهمیم که در بین زنها و در بین خانمها زیبایی خیلی زیادتر اهمیت داره تا در بین مردها. و چه کسی زیباتر از جنیفر لوپز است، یا اینکه چه کسی زیباترین زن روی زمین است، یا شاید بگیم زیباترین انسان روی زمین. این خانمی که حالا به لیست اضافه میشه همتون میشناسینش، خصوصا افغان‌ها بهتر رو میشناسن. خانمی است که در سال 1995 اگه اشتباه نکرده باشم یا 96 زیباترین زن جهان شد، میس یونیورس. و از اون زمان تا به حال زیاد یاد میشه ازش که زیباترین زن جهان است. در پروگرام های زیاد شرکت کرده. خب سرتون به درد نیارم، همتون میشناسینش. کی هست؟ خانم اشواریا. خب خانم اشواریا هم زندگی موفق داره، خلاصه کلام چیز کمبود نداره. 2 نفر دیگه به لیست خانم ها اضافه میکنیم که بریم لیست بسته کنیم و بریم قهرمان اعلام کنیم. خب در بین خانم ها 2 نفر دیگه که اضافه میشه، تایلر سویفت میشناسین، یک خواننده بسیار مشهور است، و
شاراپووا تنیسر بسیار مشهور بود. فکر میکنم لیست خوشبختی دو نفرم تا همین پایین تک زده شده بود، چیزی که هم بود ندارد. البته از دید ما. خب لیست ما کامل شد. حالا بیاین که بریم قهرمان اعلان کنیم. قسمت جالب و هیجان انگیز کل همین ویدیو همین است که ببینیم که کدام یکی از اینا خوشبخت‌ترین انسان روی کره زمین است. کی از به نظر شما همین لحظه چی فکر می‌کنید که کدام یکی از اینا خوشبخت‌ترین انسان روی کره زمین است؟ ولی پیش از اینکه اعلام کنم براتون بگم که خوشبخت‌ترین شخص روی کره زمین اصلا در درون از این لیست وجود ندارد. خوشبخت‌ترین شخص روی کره زمین پولدارترین انسان نیست، اصلا پولدار نیست. خوشتیپ‌ترین انسان نیست، اصلا خوشتیپ نیست، میشه گفت بدتیپ هم نیست، یک انسان معمولی است. پولدارترین نیست، خوشتیپ‌ترین نیست، قدرتمندترین اصلا نیست، مشهورترین نیست، چون شما فکر نمی‌کنم بشناسینش و خیلی زندگی جالبی داره. برای اینکه طولانی نشه ویدیو، شما حتما وقت کردین یک مرور رو بکنید زندگی از شخص. جالب است. در این تصویر این چهره یک قهرمان بلا منازعه خوشبختی جهان میبینین. چرا بلا منازعه؟ چون هیچ کس دیگه با این شخص رقابت کرده نمیتونه، چون که امواج خوشبختی که اندازه گیریش و سنجش شده توسط دانشمندان در همون تحقیقی کردن در وجود از این شخص چنان بالا هست، چنان متفاوت است که هیچ کس دیگه نزدیکی هم کرده نمیتونه از لحاظ خوشبختی به این انسان. به گفته صمد آقا خیلی خوشبختم، هیچ کی مثل ما خوشبخت نیست، هیچ کی نمیتونه مثل ما خوشبخت بشه. من اینا رو گفتم که کسی خیانت کنه ما خوشبخت نیستم. زندگی نامه این شخص مطالعه بکنین و میبینین که در زندگی نامش گفته به طریقه زندگیش که دلیل خوشبختی از این فلسفه خوشبختی از این شخص در کارهای خیریه است. از سن 25 سالگی به بعد شخص در نپال فکر میکنم زندگی میکنه، در هیمالایا، و همونجا فقط مصروف کارهای خیریه است. و دلیل این کاری هم که میکنه این نیست که این نتونسته در زندگی متمدن به جای برسه. شخص دکترای خود در رشته ژنتیک در سن 24 سالگی فکر میکنم گرفته بوده. یعنی میتونه یک زندگی بسیار مجلل و مرفه داشته باشه. از فروش فقط یک کتابش که در مورد ملاقاتی که با پدرش یک فیلسوف است که در اون مورد نوشته کرده بوده به نام راهب فیلسوف را ملاقات میکنه، همونطور یک نام داره کتابش. فقط از فروش از اون کتابش میتونسته که یک خانه ویلایی بخره ولی پول همورم وقف و صرف کارهای خیریه کرده. خب من زیاد توضیح نمیدم در مورد زندگیش. شما اگه زحمت نمیشه براتون برین، علاقه‌مند هستین، یک مطالعه بسیار کوتاه در مورد زندگیش بکنید و میبینیم که فلسفه اصلی آدم برای خوشبختی است که باید ماها لغت منیت باید ازش دوری کنیم و فقط به ما توجه کنیم و به دیگر انسان‌ها توجه کنیم. اونو است که او وقت است که ما میتونیم احساس خوشبختی کنیم و او را به عمل هم ثابت کردن. خب خیلی جالب بود. برای من شخصا خیلی جالب است. امیدوارم که برای شما هم جالب بوده باشد. ببینید دوستان، هدف من از این ویدیو این نیست که حتما ما به مثل این شخص برسیم. هدف من کلی این بود که ببینید یک شخصی که هیچ کدام از او آرزوهایی را که ما نرمال و دنبالش هستیم نداره، ولی خوشبخت‌ترین انسان روی کره زمین که هست، احتمالش خیلی زیاده که شما هم در هر موقعیتی که قرار دارید فرق نمیکنه که پولدار هستین، زیبا هستین، قدرتمند هستین، هیچ فرق نمیکنه. احتمالش خیلی زیاد است که یکی از خوشبخت‌ترین اشخاص روی کره زمین باشید. فقط خواستم که از طریق از این ویدیو به شما برسانم که گاهگدار به این مسئله فکر کنید. زمانی که حسرت آرزوهایتون میخورین، شاید غافل از این هستید که یکی از خوشبخت‌ترین انسان‌های روی کره زمین هستید و شاید نیاز به هیچ کدام از این آرزوها و رسیدن به این آرزوها نداشته باشید و از این خوشبخت‌ترین انسان روی کره زمین باشید. دوستان، اگر محتوای ویدیو واقعا خوشتان آمد، فکر کردین که مفید است، لطفاً لایک یادتان نره و دوستایتان روان کنین، خصوصا برای کسایی که
به خاطر نرسیدن به آرزوهایشون بسیار قصه میخورن، زیر فشار روانی هستن. بر اونا روان کنین، ممکن است مفید براشون واقع بشه و یک تجدید نظر در افکار خود، طریقه زندگی خود بتونن بکنن. و اگه واقعا علاقه‌مند هستین به این موضوع، به این موضوعات روحی روانی، پیشنهاد دارین، انتقاد دارین، برام روان کنین، بتونم در ویدیوهای بعدی ازشان استفاده بکنم. دیگه عزیز زیادتر سرتان به درد نمیارم. امیدوارم که همیشه امیدوار باشین، همیشه امیدوار و با قدرت باشین، حتی در زمانی که مشکلات بسیار زیاده داریم. اما تو که میگن گرز حکمت ببندد خداوند دری، به رحمت گشاید دری و درهای دیگری. شعر البته میگم تغییر دادم، درهای دیگری ساخته میشه، چون واقعا هم وقتی که یک در بسته میشه درهای دیگری باز میشه. و دیگه از زیادتر سرتون به درد نمیارم و خدا مسپارمتان و تا امیدوارم تا یک ویدیوی بعدی. خداحافظتان.